شکر نعمت کردیم لازیدنکم، الله اضافه میده. کفران نعمت کردیم ان عذاب الشدید، عذاب خدا سخت. نبی مکرم اسلام در حدیث قدسی که الله سبحانه و تعالی میفرمایند انا عند ظن عبدی بی، من در گمان بنده خود هستم. اگر بنده پیش خود گفت که هیچ کاروبار نیه، هیچ کاروبار برای از میسر نمیشه. اگر بنده پیش خود گفت من مریضم، مریض میشه. اگر گفت من صحیح و سالمم، صحیح و سالمه. اگر گفت الحمدلله کاروبار ما خوبه، الحمدلله کاروبار خوب میشه. چون الله سبحانه و تعالی در گمان بنده خود، با فکر بنده خود حرکت میکنه. اگر گفتی مسکینم، خدا تو مسکین میکنه. اگر گفتی کاروبار ندارم، الله کاروبار از تو میگیره. اگر گفتی مریضم، الله مریض میکنه. پس به این همیشه مثبت فکر بکنیم. کسی پرسان میکنه کاروبارا چی رقمه، بگیم الحمدلله، الحمدلله. 10 روپیه روزانه پیدا میشه، بگیم الحمدلله. 1 افغانی پیدا میشه، بگیم الحمدلله. این فضل الله و لطف الله سبحانه و تعالی هست. و الله سبحانه و تعالی صریح در قرآن به ما میگه و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، نیست هیچ جنبنده در روی زمین مگر رزق از او الله سبحانه و تعالی هست. خب بین تمام مخلوق پروردگار عالم اشرف مخلوقات کینه؟ اشرف مخلوقات انسان هاین. بین تمام مخلوق اشرف مخلوقات نبی مکرم اسلام می فرمایند لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، اگر توکل شما چنان باشه که حق توکل ادا بشه، لرزقکم، الله شما روزی میده کما یرزق الطیر، پرنده ها روزی نمیده؟ نبی مکرم اسلام می فرمایند تغدو خماسا، صبح میشه گرسنه بیرون میشه و بعد چه کار میشه؟ و تروح بطانا، شب میره بلانخ و سیر. الله روزی همو پرنده رو میده. داخل لانخ هم هیچ چیزی نداره، هیچ چیزی نداره. صبح گرسنه بیرون میشه، شب سیر میره، شب سیر میره. چرا اینقدر ما ناسپاس شدیم؟